салому алайкум дӯстон бародарон, тамоми подписчикони коргари теҷе ва ҷумла тамоми тоҷикони рӯи ҷаҳон. аллоҳумма салли ала сайидина ва набина ва мавлона муҳаммадин ва ала али сайидина ва набина ва мавлона муҳаммадин фил аввалина вал охирина ва фил малаил аъла илла йавмиддин. хоб, این ویدیو ابرشنی که امروز ما داریم اولا با تمامی بلاگران تاجیک داخل داره و خاصتا با همون بلاگرانی که ادین ایکس بیتا رکلام میکنن، توصیه میکنن. خب ما چی گفتنیم درباره ادین ایکس بیت؟ اگه البته این با همه معلومه فهمه بلاگرای هسته که در برای رکلام‌های خودشون گفتن که ما برای یک رکلام 30,000 میگیریم. مثال یک ماشینایی که گرانیتسا میروند چیکار میکنن، مثال برای همین رکلام کردن 30,000 میگیریم، ما را کی اسپانسری میکنن ما رکلام نکنیم. خب خوب کرده، هزار رحمت. البته که شما در اینجا ولاشید میکنین، مثال سوم را از خود میکنین، کامera میگیرین، تجهیزات های بسیار میگیرین. مثال از همه چیز ضرور و مهم در انسانیت این وقت است که خداوند در قرآن والعصر گفته، قسم یاد میکنه یعنی که با وقت عصر یا که عصر سال باشه یا که ساعت قطعی دقیقتی همین وقت حساب میخوره. شما وقت های خودتون بسیار مصرف میکنید. اما یک چیز دیگه را بفهمید که شما پول داده برای خودتون گناه نخرین. گناه نخرین. خداوند در قرآن ادین ایکس بیت حرام گفتگی است. ادین ایکس بیت این بارسی همین ازارت ایگرا میشوه. ازارت ایگرا تمامش در قرآن حرام است. خب از بسیاری با میگن که دلیل فکت آوردن در کارای مرحمت ای قرآن شریف خداوند عظیم الشان در قرآن شریف گفته است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خداوند بینه که اینجا میسر در بین خمر دیگر گناه های کبیره در آوردگی است و در آخرش مثال در آخری آیت میگه که رجسو من اعمال الشیطان فاجتنبوه لعلکم. این میگه عمل شیطان است و شما از این دوری جویید تا اینکه چیکار کنید؟ خوشحال و خوشبخت شوید، تا اینکه شما نجات یابین. برادران ما چیکار میکنن؟ خب ادین ایکس بیت تعریف و توصیه میکنن. در کانال ما بگیره سیلکه را بدروین، چند سوم فایده کنین، چند سوم در شاتون میگذره بازی کنین. ای برادرها، شخصا من خودم میدونم که 99% خلق تاجیک کمبغل است. 90% صاحب زکات نیست. شما همین مردم با ادین ایکس بیت تلقات میکنین. شما همین گونه مسلمانین. در دیگه ویدیوات و دیگه نوارات و تعریف توصیه ما به خاطر خدا، ما به خاطر آبادی وطن، به خاطر آبادی ملت. آبادی ملت این نیست، این محو گردانیدن خلق تاجیک به ادین ایکس بیت، محو گردانیدن پلهای خلق تاجیک. اگر همین عقلانی بگیریم چیزی که زلال میکنه در انسانیت خداوند او را حرام گفته. یکی از زلال های بزرگ ادین ایکس بیت هم با شما را میگم. در تجربه شخصیتی ما هسته که برادری را دیدیم که در یک شب یک درآمدگیش $24,000 ولاشید کردگی در ازارت ایگرا. برآمد سومای اکاش بود. برآمد گفتنش که تو همی کارا کرده، تو سوما گجا کردی، تو سوما گرفتی، همین بگونی نابود شدی. قسم خورد، بزنش 3 زن طلاق قسم خورد. بعد از 1 هفته درکش یافتن که همون شو رفته بود است کازینو پول رسخود کردگی بود است. انا که نگاه کنی زن 3 طلاق کرد،
اویلش ویران شد، 2 فرزند صغیره موند. خب در بین این در این یک هفته که بود خودش زنا کرد. اکی خداوند خودش میدونه، والله اعلم، اکیش حال شوش هیچ کس نمیدونه. شاید که اگر یگان کار کرده باشه با او زنش، خودش زنا کرد، زنک در زنا مجبور دوخت. بغیر این کارها اویله ویران، 2 فرزند صغیره. این میوه چیه؟ کزینا های. این اکیش خاصتا ادین ایکس بیت در این کار نشید، اما دیگر راهی همین ادین ایکس بیت بود. این برای هم برادرانی هسته که ادین ایکس بیت تعریف توصیه میکنن. نکنین برادران، نکنین برادران. یک قصه تون نقل میکنم از والله اعلم رویاش فراموش کردیم. شاید که خالد ابن ولید باشه، ولی با فکر من حضرت عمر هم بدنش ممکنه. خلاصه همین 2 شخص بزرگوار، یکی یا خالد ابن ولیده یا که حضرت عمر رضی الله عنه، عمر فاروق. در یک مسجد میدرویه، یک فقیر ایستادگی در نزد در مسجد، همو گردنبند اشترا میقپه. گردنبند اشترا میقپه. مثال حضرت مرحمت میکنه، میگه شما بدروی، من اشترتون نگاه میکنم. اما بعد از چند دقیقه که حضرت از اون مسجد برون میشود، خب میبیند که اشتر هست، گردنبند همراه همون نفر نیست. خب این سن میکوه او سن میکوه، یگان کس وجود نداره. آیسته آیسته به طرف شهر رفته، از بازار همون گردنبند خرید کردنی میشه. میبینه که یکی از یهودیو فروشنده گردنبند ها چیکار کرده ایستاده است؟ گردنبند همون اشتر فروخته ایستاده است. همون اشتری خودشه، گردنبند همون خودشه بگیم. خب بعد نگاه میکنه، میگه برادر، ای شخص، همین گردنبند اشتری من است. همین شما از کجا دسترس نمودید؟ این فروشنده میگوید که همین گردنبند رو حاضر نفر برای من آورد و با مبلغ 1 درهم فروخت. گردنبند رو میگه چند میفروشی؟ این 10 درهم میگوید. خیلی گردنبند رو خرید میکند، میبیاید، گردنبند رو با گردن اشتر بستنده، قصه رو نقل میکند و در آخر قصه میگوید که والله قسم که میگه من نیت کرده بودم که از مسجد برون میبرم، به همین نفری که گردنبند اشتری مرا قپیده است 1 درهم میدهم. اکنون نگاه کنید خلاصه نقل و قصه را که در نصیب همون نفر همون روز 1 درهم بود. اما چی؟ اختیار خداوند به خودش که سپاریدگی بود، یا از جانب حلال کارش کرد یا از جانب حرام. برای همین مقصد این قصه همین است که اگر در نصیب شما باشد همون ایکس بیت یا ادین ایکس بیت 100,000 هم گفته باشه برای رکلام کردن، شما دا اگر در نصیب تان باشه از جانب حلال میابینش. در کار نیست همین رکلام کردن همین. خب مسئله دیگر همیه که آخی پادپیسچیکای شما همش رنگی من یک نفر کارگر، یک رباچی هستم. یک بار جاوید سترویکر را نشان ته بچه ده. اینا برادرها بینی احواله که ما تاجیکا کار میکنیم. من پناه نمیکنم، من اینم خیلی نفرم، اینم جودا زندگی میکنم. اینم جودا من زندگی میکنم. این هم خیلی جهاد ما زندگی میکنیم. ما این هم خیلی شما در پادپیست کردگیم، تماشاتون میکنیم. این با شخصیت کدام مقصد گفتنی نیستم، با یک شخص یا با 2 شخص، یا که با تمامی بلاگران. این تمامی بلاگران در داخل داره. چی نواری میکنه، چی ابرشینی که میکنه، کوشش کنه که برای منفیت باشه. اولش خالص لله باشه و منفیت مردم، ملت و وطن باشه. وقتی که تو در منفیت ملتت کار کردی، پلم انشاءالله کار میکنی. خب اصلا همو پادپیسچیکا خودشون هم گناهگار هستن. یک نوار فاحشه را موندن
باور کنی همو باران خطی وایشانو شفراموش رستم با فکرم یک نوار موند باور کرد یک تخمینا یک 5 دقیقه یا 3 دقیقه شد تماشا کردم تماشا کردن نمیشه او زنکا گپایی که او میگن تماما ای دین ای اسلام خبرداری ندارن نه آبرو دارن نه انصاف نه عدالت در او زنکا همواره را نوار کردین باور کنی 500,000 پرسماتر گرفته یا نواری اگر درباره دین اسلام بکنی اگر که چقدر بلوگری مشهور باشی ممکن 100,000 پرسماتر بگیره ممکن 100,000 یا که نه یا اگر یا نوار درباره زنا مثال زن شوهردار زنا کرد یا یک کار کرد میلیون پرسماتر گرفتنش ممکنه پادپیسچیکا اول شما خودتان گناهگارین برای همین بلوگرها را پیشرفت میکنین همون انسانایی که زنا را میپرتوان دیگه کارهای فحش فاحشگی بگیرین جلب روی کنین بگیرین ادپیست سکنین ای 20 زیاد و شما ادپیست کردیم ای کانالشون بر اومدیم یگان گپ نشید اخی خب درباره فریب کردن پول کار کردن فریب کردن خب یا آیت قرآنی میگم تون یا اینکه یا حدیث تون میگم حدیث ای صحیح بخاری میتونم بگم تو که در صحیح بخاری اومدگی جناب رسول اکرم سید کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم گفتگی که من قال لصاحب تعالى اقامر کفل یتصدق این حدیث صحیح در صحیح بخاری اومدگی میگه که دو نفر که در یک جا ایستادگی مثال یتش میگه که بیا یک بازی مثال ازار نکنیم مثال نمی بازی ازار ندم در اسلام ما نردی هم داخل میشوه خب دمینار هم داخل میشوه دورکم میگن قرطه بازی میکنن داخل میشوه چون که این خیلی بسیار مسئله ها داره اگر کسی را در کار باشه میگیمش همشه در کامنتاریاتو می نویسیم کامنتاری کنین جواب تو میتیم خب همین دو نفره که حدیث همین دو نفره که مثال میگه که بیا بازی کنیم مثال قرطه یا که دمینا اصلا شوخی کردن هزل کردن دیگرش گفت که نه من بازی نمیکنم این در جواب من طرف هزل کرده بودم پیغمبر خدا میفرماید که اینا حق دارن که صدقه کنن که خداوند ای بلا دور شو کرد یعنی که بازی را همچون تکلیف میکنی بیا بازی کنیم و بازی نمیکنی الکه تو باید که صدقه کنی و نمیفهمم که چخیل شما مردم با ازارت نیگره دعوت میکنین خب درباره همین نمود پول کار کردن از همین یوتیوب یا اینکه دیگر عموما در جمع پول کار کردن با واسطه فریب این هم حرام است دلیل از آیات قرآن میگیریم قرآن شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند در قرآن میفرماید در همین آیات که ولا تعقلوا اموالکم بینکم بالباطل شما میگه بین خودتون میگه اموال همدیگری تونه با واسطه باطل میگه نگیرین یعنی با واسطه فریب تو وقتی که ادین ایکس بیت تعریف و توصیه کرده استی چوا در آخری ویدیو یا در اول ویدیو خیلی این علاقه معلوم است که تو ممکن چند هزار سوم گرفتگی چوا نمیگوی که فلان آدم $10,000 باید داد یا اینکه با من برادرها این 100,000 روبل یا که $10,000 هم دادن که من مثال مهلت یک ماه 2 ماه یا 1 سال فقط ادین ایکس بیت تعریف کنم نمیگوی که فریب میکنی یا اینکه نوارا میپرتوین ویدیوهای هسته که نوارا میپرتوین در بالاش صورت پوتین هسته پوتین چوس کازال یا که پوتین پرایمیگرانت اما داخل میشوید در اونجا نمیدونم درباره کدام یک ماشین یا که زباره یا که درباره کیم چی نقل کرده شده است اینم راه باطله برای پرسموت را جمع کردن است اینم برادرها حرامه خب کسی که صدقاً خالص لله اگر همین سخنای من گوش کردگی باشه و
در دلش جا کرده باشه ماشاءالله. اما کسی که گوش کرد فکر کرد که من فقط برای شخصیت او میگم و پیشکی خبر میکنم که حقارت مثال دشنامای قبیح دادنی باشه، مرحمت ما تیاریم برای حقارت های را قبول کردن و غیبت های را گوش کردن، چون که خداوند با چیکار میکنه؟ گناه های ما را میرزونه و اجر ثواب ما را زیاده میگردونه. و همه بلاگرها، همه تاجیکایی که ایما واتساپ چیزی که دارن، والله برای پادپیس شک نه، برای پل نه، برای یگان چی نه، برای خاطر خداوند خالص لله همین ویدیو را پهن کنه که تمام مردم بینه، تمام مردم بینه که ادین ایکس بیت چی بازی کردنش، چی تعریف توصیه کردنش حرام است. باقی در پناه خدا باشه. جزاک الله خیرا.